سلام دادبیم های عزیزم، میخوایم با هم امروز پاستا آلفردو که یکی از خوشمزه ترین ها هستش رو درست کنیم. حدود 50 گرم کره رو کاملا آب میکنیم و بهش مقداری سینه مرغی که از قبل کاملا برش دادیم و کوچیکش کردیم اضافه میکنیم و با کره خوب تفتش میدیم. مقدار مرغش بستگی به خودتون داره که زیاد دوست دارید یا کم. وقتی که آب مرغ کشیده شد و سرخ شد بهش قارچ هایی که از قبل اسلایس کردین رو اضافه کنید. اجازه بدید که قارچ هم با حرارت بالا کاملا آبش کشیده بشه. اگر حس کردید که مرغتون کامل نپخته میتونید یک مقدار هم مثل من آبش اضافه کنید و درشو ببندید. اجازه بدید با حرارت ملایم تا کاملا مرغتون بپزه. بعد از اینکه مرغ و قارچتون کاملا پخته شد بهش 1-2 قاشق آرد سفید رو اضافه کنید و خیلی خوب تفتش بدید با باقی موادتون. تو این مرحله بهش نمک و فلفل سیاه و پودر سیر بزنید به همراه زعفران. متاسفانه این ادویه ها موقع اضافه شدن فیلمش ثبت نشده ولی شما حتما اضافه کنید. و سپس نوبت اضافه کردن خامه صبحونه هستش. حدود 3 الی 4 قاشق خامه صبحونه اضافه کنید. هر چقدر خامش بیشتر باشه خب به طبع خوشمزه تر خواهد شد. و 1 الی 2 لیوان هم بهش شیر اضافه کنید و خوب مخلوط کنید تا یک دست بشه. حالا پاستاهایی که از قبل آبکش کردین رو بهش اضافه کنید. من اینجا حدود 3 لیوان پاستا داشتم. پاستاها رو بهش اضافه کردم، خوب مخلوط میکنم تا کاملا یک دست بشه و اجازه میدم تا این سوسی که داریم کمی غلیظ بشه. بچه این غذا باید خیلی سریع و همون به اون صورتی که داغ هستش سرو بشه و در نهایت با جعفری و نعنا و آب لیموی تازه میتونید سروش کنید. خیلی خیلی خوشمزه هست. حتما درستش کنید. نوش نگاهتون بچه ها. لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه.